منیژه و یاسومن را ما خیلی خوب میشناسیم. آنها قهرمان های امروزه میباشند که آنها در مسکو رفته جای یکم را گرفتن از متماتیکا و این باعث افتخار هر یک تاجیک دختر میباشد چون که آنها نامبردار وطنی خویش گشتند. یاسومن منیژه را من نمیشناسم لیکن در تلویزیون دیدم یاسومن را سوالای قین دادن. یاسومن در سوالای قین جواب داد، جای یکم را گرفت. یک دخترش دختری کالکولاتور و یکتاش رادار می باشد. البته آرزوی هر یک انسان و این است که پیش رود و مثل آنها شود. من مادر میگوید که خوب خان مثل منیژه و یاسومن شو. ما یگان بار درباره منیژه و یاسومن شنیدم. بله، به مانند منیژه و یاسومن شدن این به فکرم که آرزوی هر یک دختر می باشد که به دیگر دولت‌های خارجی رفتن نامبردار وطنی خویش شوند. برای این باید خواندن در کار، بسیار خواندن در کار است و کوشش کردن در کار است. من تلویزیون را تماشا نمیکنم و درباره منیژه و یاسومن نمیفهمم.